چند مرتبه به ریاست امر بالمعروف من این موضوع گفتم، برای مسئولین گفتم که باید در قلبها حکومت کرد، در قلبها باید جا گرفت. این موضوعاتی است که به شما میگم، باید در قلبها باید ما نفوذ بنماییم. امروز که ما به زور این چادر به سر این زن این ملت بنماییم، فردا شاید دور بیندازد، شاید مانند گذشته ها گستاخی کند، دور آتش بزند، بیادبی بنماید به حجاب. اما اگر به قلبش جا گرفت، ما و تو باشیم یا نباشیم، این مسلمان از حجاب خود را حفظ می کند. این ملت از خود غیرت دارد، شهامت دارد، مردانگی دارد، قهرمانی دارد، دیانت دارد، وجدان دارد، ناموس دارد. متوجه باشید. شما فکر نکنید که بعضی موضوعات طریق منبر بیان نمیشه. والله قسم در جلسات خصوصی این موضوعات برای فقط مسئولین بلند رتبه و پایین رتبه گفته می شود و از حق شما ملت دفاع می شود. برای محتسبین گفتیم و شما ملت هم متوجه باشید، همه ما خودی هم همکار باشید. محتسب چی میگوید؟ زن مسلمان با حجاب باشد. محتسب چی میگوید؟ زن مسلمان با عزت و با عفت و با وقار باشد. چیزی دیگر نخواسته. ما و شما هم به عنوان یک مسلمان این بپذیریم. این سرگویی و این قلدوری و این که یک مرتبه باشه نجات پیدا کنم، من به این کشور نمیستم، من به این خاک نمیستم، این حرفهای بچگانه هست، این کینه های کودکانه هست.